حسینی و همراه تیمم. اینکه علاوه برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی محترمان، خانواده بنیتا و تولدی که جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین به همراه تیمم خوشحالم که با یک برنامه پشت پرده دیگه در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که ارتباطات پنهان سید محمد حسینی، مجری، شومن و یک فعال سیاسی که چند وقتی هستش چالش ریستارت رو اندازی کرده رو برای شما ارتباطات پنهان او با سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی رو بکنیم. این برنامه حاصل شنیدن 50 ساعت برنامه‌های ریستارت و 30 ساعت برنامه‌های شب بخیر ایران و 100 ساعت مصاحبه های تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی سید محمد حسینیه. تیم پشت پرده در این برنامه به صورت رسمی اعلام میکنه که بدون از هیچ گونه جهتگیری و جنابداری سیاسی و مذهبی فقط سعی میکنه واقعیت ها رو به شما نشون بده. پس لطفاً این برنامه جنجالی رو تا انتها با دقت گوش بدید، به دور از هر گونه جانبداری. و حتما این برنامه رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برنامه اینترنتی پشت پرده. خب قبل از اینکه مستند سید محمد حسینی رو آغاز بکنیم، من یک توضیح کوتاهی بدم که برنامه پشت پرده توی قسمت‌های قبلی اومد یک مستند راجع به آقای فخرآور و ارتباطات پنهان و با سازمان‌های امنیتی رو کرد. بعد از اون ما اومدیم ارتباطات امید دانا با سازمان‌های امنیتی رو کردیم و حجم‌های زیادی هم خوب و بد برای ما اومد و دوستان حالا نظرات خودشون رو گفتن که ما نظرات همه دوستان رو محترم میشماریم، هم توی پیج اینستاگرام من، هم توی پیج فیسبوک من و هم پیج اینستاگرام برنامه. کامنت هایی اومد، تحلیل هایی اومد و ما همه اینها رو محترم میشماریم و حتما انتقاداتی که شما میکنید رو به دید منت قبول میکنیم و سعی میکنیم که کمی عادلانه تر برخورد بکنیم، چون خیلی از دوستان ما رو ناعادل دونستن برای بعضی از مستندها. به حال ما سعی میکنیم که همه چیز رو مستند بگیم و حرفی رو از خودمون نزنیم. اگر حرفی رو میزنیم بلافاصله، اگر توی ویدیوهای قبلی دیده باشید ما رفرنس ویدیویی میذاریم. یعنی من اگر توی مستند سید محمد حسینی که امروز میگم حرفی زدم، بلافاصله مستند ویدیوی اون رو هم میذاریم و منبع ویدیو اون رو هم میذاریم. اما سایتی به اسم سایت ایران گلوبال که تصویرش رو میبینید با مدیریت آقای کیانوش توکلی که بیش از 70 نویسنده هم برای این سایت قلم میزنند، بعد از مستند آقای فخرآور طاقت نیاوردن و تیتر زدن فردین کارمند اطلاعات سپاه علیه فخرآور مستند ساخت. بعد بلافاصله توی خبر بعدی نوشتن که فردین کارمند اداره اطلاعات علیه امید دانا مستند ساخت. دوستانی که سایت ایران گلوبال رو مدیریت میکنن و نویسندگانی که ماشاءالله همشون باسواد هستن و اکثرانشون لقب دکتر دارند، هنوز این رو نمیدونند که سازمان اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه دو تا سازمان جدا از هم هستن. چجوری آدم میتونه تو دو تا سازمان باشه که نوشتید بنده توی سازمان اطلاعات هستم یا اطلاعات سپاه هستم؟ اصلا کاری نداریم، ما میگیم اوکی ما توی این سازمان ها هستیم، مثلا داریم فعالیت میکنیم. حرف این هستش که آیا ما چیزی غیر از واقعیت گفتیم؟ چرا شما نوشتید علیه؟ بعد از اینکه خودشون هم متوجه گافشون شدن که اصلا این دو تا سازمان امنیتی تو ایران دو تا سازمان متفاوت هستن، بلافاصله اسم من و اون سازمان های امنیتی رو پاک کردن، نوشتن که مستند علیه فخرآور، مستند علیه امید دانا. به حال این سایت ها باید یکم دقت نظر داشته باشن و بدونن که اگر افرادی مثل من دارن پشت پرده ها رو میگن و شفاف سازی میکنن، به جای اینکه به بنده انگ سازمان های اطلاعاتی امنیتی رو بزنن، قبلش یه پیام به بنده بدن و استعلام بگیرن پیشینه بنده رو و یه سرچ ساده توی اینترنت نشون میده که بنده چقدر فعالیت خبری و رسانه‌ای داشتم و ما
همه کارهایی که داریم میکنیم فعالیت‌های ژورنالیستی و خبری هستش و چند وقتی هستش داریم فعالیت‌های خبری برون مرزی میکنیم، نه اینکه آقای امید دانا بیاد یک پست توی اینستاگرام خودش بذاره و بنده رو بچه بسیج داخل ایران بدونه و حتی محل زندگی منو نمیدونه کجاست و میگه داخل ایران. برنامه اینترنتی پشت پرده. آغاز میکنیم. پشت پرده های پنهان سید محمد حسینی، مجری، شومن و یک فعال سیاسی رو. طبیعتاً کسانی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن آشنایی کامل یا نسبی نسبت به سید محمد حسینی دارند، اما یک تاریخچه و رزومه کوتاهی از سید محمد حسینی میدیم و وارد بحث میشه. سید محمد حسینی متولد 13 مرداد 1348 در تهران و فعالیت تلویزیونی خودش رو از سال 68 آغاز کرده. اوج محبوبیت و معروفیت سید محمد حسینی برمیگرده در سالهای اول دهه 80، زمانی که او مسابقه بزرگ و البته مسابقه سیمرغ رو اجرا کرد. اون سالها بود که سید محمد حسینی به آسمان شهرت و محبوبیت رسید. در اون سالها سید محمد حسینی هیچگاه فعالیت سیاسی نمی‌کرد، اما به خاطر محبوبیتی که داشت سال 84 رو در بحبوحه‌های انتخابات خیلی از کاندیدا وسوسه شده بودند که به سید محمد حسینی وصل بشن و از محبوبیت اون برای جذب رأی استفاده بکنند. لاریجانی که سابقه ریاست صدا و سیما رو داشت و دوستی دیرینه‌ای با سید محمد حسینی داشت، مهمترین و بهترین شخصی بود که میتونست به سید محمد حسینی نزدیک بشه و از محبوبیت اون برای کسب رأی استفاده بکنه. اونجوری که سید محمد حسینی میگه سال 84 لاریجانی از اون دعوت میکنه که به اهواز بره و از لاریجانی حمایت میکنه. این حمایت ها به زعم سید محمد حسینی خوش نمیاد، اما او بالاجبار با توجه به فشارهای سیاسی و امنیتی که بوده باعث میشه که او به اهواز سفر بکنه و در اونجا با لحن خودش و به گفته خودش از مردم بخواد که اون کسی که اسلحه هستن رو انتخاب بکنه و از لاریجانی حمایت نکنه. در هر صورت اختلافاتی که او با سران و افراد امنیتی ایران پیدا میکنه باعث میشه که او سال 84 از ایران خارج بشه. اما پشت پرده های اصلی در این ثانیه و دقیقه آغاز میشه زمانی که سید محمد حسینی سال 84 به دبی سفر میکنه و همزمان و در همون تاریخ امیر عباس فخرآور هم به دبی سفر میکنه. دو پوزیشنی که تقریباً 12-13 سال بعد ارتباطات پنهان این دو شخص و دوستی دیرینه‌شون رو میشه که در دقایق آینده خواهیم گفت. سید محمد حسینی پروژه نفوذش از همون سال 84 آغاز میشه و او در یک برنامه تلویزیونی تمام اتفاقات پشت پرده و جلسه های پنهان خودش رو با سازمان اطلاعات به مردم میگه و البته اون زمانی که این مصاحبه رو میکنه هنوز پروژه نفوذ آغاز نشده. یه جلسه آخر ما با بچهای اطلاعات محبت کردن با ما گذاشتن در امارات. گفتیم بفرمایید. گفت ما از روز اول گفتیم با این نباید بکنیم، کارا نباید بکنیم. ما بیا هم تلویزیون بزنیم. بچه اطلاعات به شما پیشنهاد دادن تلویزیون بزنیم. گفتم خب این تلویزیونی که میخوام بزنین عزیز من با جمهور با ملت ایران الان منم دارم میبینم دیگه، من میام رو آنتن میدونم من شما درگیر شدم اومدم بیرون. گفت ببین خبرایی بهت میدیم که به نفعت، تو به ما فوش هم میدی رو آنتن، تو اگه مشکل وجهته ما وجهت رو درست میکنیم، اخباری به تو میگیم بگو. از این نوع تلویزیون الان هم میبینیم دیگه ها. به به چه میبینیم. بعد یه سری هم اسامی واسه من گفتم، من سند ازشون ندیدم ولی یه سری اسامی من گفتن که فلانی مثلا ببین ما اونجا داریم پولشو میدیم، فلان تلویزیون داریم ما پولشو میدیم، حسینی یا این پولو میگیری. حالا این تاریخ زن بچه من اومدن امارات دارن زندگی میکنن. صحیح، درست. بچه‌م داره اونجا مدرسه اونجا، یا این پولو میگیری یا یه دهمشو مصرف میکنیم نمیذاری موفق شی. حالا وقتی که زمان میگذره افراد اپوزیسیونی همچون سید محمد حسینی ادبیات و رفتارشون تغییر میکنه. این شخص میگفتش که من نمیخواستم تلویزیون بزنم، بعد توی یکی از مصاحبه‌های خودش با صدای امریکا اعلام میکنه که وزارت اطلاعات میخواست منو بکشه و من از دبی فرار کردم.
در صورتی که شما هدف تلویزیون زدن در دبی بود. اما پروژه نفوذ اینقدر پیشرفت میکنه که به این نیاز پیدا میکنن که شما رو به کالیفرنیا بفرستن. این مصاحبه سید محمد حسینی رو که با برنامه پارازیت کامبیز حسینی انجام داده بود مقایسه کردیم با مصاحبه‌ای که ایشون با برنامه شهرام همایون در چند سال قبلش انجام داده بود. دقیقاً شما ادبیات گفتاری و تفاوت صحبت‌ها رو کاملا مشخص میشه براتون که این آدم چقدر آدم باهوشی هستش و چقدر هوشمندانه فعالیت‌های خودش رو جلو میبرده. الان شما تو این برنامه هستید، خب دیگه باید حرف بزنید آقای حسینی. بگو. نه ببین من یه حسایی دارم. نه منظورم این نیست که تاریخچه خودم میتونم بگم. کجا بودی محمد حسینی؟ من از کشور اومدم بیرون، رفتم تلویزیون بدم در امارات متحده عربی، دولت نذاشت، اومد اونجا گفت میکشیمت. دولت ایران اومد توی امارات گفت من بچه‌ها اطلاع به شما پیشنهاد دادم تلویزیون بزنیم. با خود تلویزیونی که میخوام بزنین عزیز من با جمهور با ملت ایران الان من دارم میبینم دیگه، من میام رو آنتن میدونم من شما درگیر شدم اومدم بیرون. گفت ببین خبرایی بهت میدیم که به نفعت، تو به ما فوش هم میدی رو آنتن، تو اگه مشکل وجهته ما وجهت رو درست میکنیم، اخباری به تو میگیم بگو. از این تلویزیون الان میبینیم دیگه ها. به به چه میبینیم. بله خوشبختانه خوبی برنامه‌های اینترنتی اینجوری هستش که برنامه‌ها آرشیو میشن و با مقایسه ویدیویی کاملا میتونید پشت پرده افراد رو به دست بیارید. زمان میگذره، سید محمد حسینی به کالیفرنیا میرسه و رادیو پستو رو با 2 هدف اصلی فعالیتش رو آغاز میکنه. یعنی برنامه یسات عرفانی و تصوفی، اما برنامه شب خیران یه برنامه سیاسی اجتماعی که مبناش بر اساس خرد و اندیشه است. به حال سیستم های امنیتی به خاطر اینکه بتونند اپوزیسیون و رسانه های لس آنجلسی رو زمین بزنن نیاز داشتن که به این رسانه ها نفوذ پیدا بکنند. سید محمد حسینی هم به دنبال اون افراد باهوش میگشت، نه افرادی که تکلیفشون مشخص هستش، و به خاطر همین مدام در برنامه‌های اینترنتی خودش اعلام میکرد که افرادی که از لحاظ خرد، اپوزیسیون هایی که از لحاظ فکری باهوش هستند به سمت اون جذب بشن. و فکر میکنم این بهترین روش بود که شما بتونی یک رسانه بزنی به جای که توی یکی از این رسانه ها کار بکنی و این اپوزیسیون رو جذب بکنی که بتونی افکار دقیق رو در ذهن اونها تزریق بکنی. ما الان دست نیاز به سوی نیاز فکری به سوی اپوزیسیون ها دراز میکنیم. اگر چیزی میدانید که ما رو سارتیا نمیدانیم بیارید وسط بخوریم با هم، دانشتون رو بیاریم وسط هضم کنیم با هم بخوریم. سید محمد حسینی برنامه شب خیران رو با قدرت آغاز میکنه، با لحن ادبیات خودمونی، و برنامه ریستارت رو با ادبیات عرفانی فوق‌العاده آغاز میکنه. و اینجا ما به عنوان یک ژورنالیست و به عنوان یک بی‌طرف تبریک میگیم به سید محمد حسینی که چقدر قوی و قدرتمند این برنامه‌هاش رو جلو میبره. از طرفی رسانه‌های داخل ایران خیلی فکر میکنم ناعاقلن و خیلی فکر میکنم خرد ندارن به قول سید محمد حسینی و سعی میکنن که غیر هوشمندانه سید محمد حسینی رو تخریب بکنن. مثلا میگن که شیطان پرسته، مثلا میگن که خب این کارا رو میکنی که چی. رسانه مثل تیوی پلاس، حالا صدا و سیما رو ما مثال نمیزنیم، اونا که وضعیتشون مشخصه، به سید محمد حسینی میگفتن شیطان پرست به خاطر اینکه قدرتی نداشتن که جلوی ریستارت سید محمد حسینی رو بگیرن و فقط میتونستن انگ بچسبونن، هیچ چیزی رو نمیتونستن مستند بیان ارائه بدن. یه تیوی پلاس بود که تیوی پلاس هم خب تکلیفش مشخصه، خیلی ناشیانه سعی کردن که طرفداران آگاه سید محمد حسینی رو ازش دور بکنن. بریم ببینیم تیکه هایی رو از رسانه تیوی پلاس، برگردیم با تیکه های جنجالی بعدی با شما هستیم. سید محمد حسینی واقعا نمادی از صعود یک شبگی آدم گمنام توی مدیای تلویزیون بود، اما همونقدر که پیشرفتش سریع اتفاق افتاد افولش هم به سرعت از راه رسید و تا مدتها هر کاری میکرد دیگه نمیتونست به اون روزهای اوج برگرده.
اخیراً محمد حسینی یه برنامه رادیویی راه انداخته به نام ریستارت و توی اون ادعا میکنه که ساختار رسمی تمام ادیان رو زیر سوال میبره و به جاش شکلی از عرفان و تصوف رو با محوریت سلمی به اسم انسان کامل جا میندازه. عرفان به اضافه کمدی. ریستارتی ها رفتن توی انگلستان و کل اونجا رو به هم مشاهدش رنگ دمت گرم. بلافاصله بعد از این اتفاق کسایی که مسجد و آتش زده بودند دستگیر شدند و نیروی انتظامی اعلام کرد که این افراد شیطان پرست نبودند بلکه تحت تاثیر بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفتند. بالاخره دوره شما گذشت، یا بهتره بگیم شما فقط توی یه دوره‌ای، اونم به اندازه یه جرقه موقت و چند ساله جالب بودی و باید این واقعیت رو بپذیری. یه مجری کمیک تلویزیونی نمیتونه ادعای رهبری جامعه رو با ایدئولوژی عرفان داشته باشه و بعد بیاد بگه که کعبه مال عربستان نیست، کعبه واقعی توی ایرانه، یا مسجد آتیش بزنه و وقتی بهش بگن شیطان پرست بیاد توی توییتر نفرین کنه که خدا جوابتون رو بده. چرا به ما میگید شیطان پرست؟ نه، تنها اینکه کسی واژه ریستارت رو روی اسکناس ها بنویسه تا دست به دست بچرخه اسمش جنبش نیست. گیر دادن به کارمند سفارت سوئیس که چرا محمد حسینی رو نمیشناسی، سنگ زدن تو شیشه ها و آتش زدن در مسجد، اینها هیچ کدوم اسمش جنبش نیست. آقا یک کلام ما رو ریستارت میشناسی؟ سید محمد حسینی رو میشناسی؟ همه جای دنیا به اینا میگن دست و پا زدن برای دیده شدن، نه جنبش. به حال تحلیل های آبکی که رسانه های همچون تیوی پلاس از توی ایران و صدا و سیما انجام میدن نمیتونن جوابهای قانع کننده‌ای برای طرفداران ریستارت باشن. طرفداران ریستارت به دنبال دلایل قانع کننده‌ای میگردند که بتونند از فعالیت‌های ریستارتی خودشون دست بکشن. به حال سید محمد حسینی آدم باهوشیه و از عرفان خیلی خوب کمک میگیره. کم کم جلوتر میریم و سید محمد حسینی فعالیت‌های ریستارتی خودش رو قوی تر میکنه و یک سوال اینجا پیش میاد که دوستانی که میرن فعالیت ریستارتی انجام میدن آیا به این فکر نمیکنن که این فعالیت ها چقدر میتونه به ضرر خودشون باشه؟ یعنی وقتی پلیس این افراد رو بگیره، خب اون طرف توی امریکا نشسته و فقط شماها هستید که مخالفید و این افرادی که مخالفن خیلی راحت لو میرن و این فکر میکنم یک سیستمی هستش که سازمان‌های امنیتی به دنبال اون هستن که بتونن مخالفا رو سریعتر شناسایی بکنن، مخالفایی که خشونتی رفتار میکنن، نه مخالفاتی که توی خیابون انجام میشه. و به حال سیستم ها به دنبال این هستن که افرادی که خشونت پذیر هستن رو ابتدا اونها رو بگیرن. به حال گزارشی از شبکه BBC بیرون میاد که آخر گزارش خبرنگار BBC زرنگی خاصی میکنه و طرفداران ریستارت رو چند نفر خطاب میکنه، نه مثلا چندین هزار نفر، و این به زعم سید محمد حسینی خوش نمیاد و از اون تاریخ به بعد سید محمد حسینی با رسانه BBC هم زاویه میگیره. بریم خبر BBC رو ببینیم، برگردیم با شما هستیم. ریستارت یا آغاز دوباره یک برنامه رادیویی است که محمد حسینی آن را در آمریکا در رادیو پستو تولید و اجرا می‌کند. مجری سابقه برنامه‌های طنز تلویزیون ایران. Welcome to 125مین برنامه ریستارت. Welcome to برنامه‌ای که مستقیما از عیسی و موسی و محمد تقدیم شما می‌شود. آقای حسینی میگوید در این برنامه از خودش چیزی نمیگوید و هر چه میگوید از بزرگان ادب و عرفان ایران مثل حافظ و سعدی است. اینم آثار جرم بدون گناه ماست. یک ماهی هست که او در کنار این حرفها مردم را تشویق به سنگ پرانی و شکستن شیشه مکانهای عمومی مثل بانک‌ها، ایستگاه‌های مترو و ادارات می‌کند. بانک آینده، چالش سنگ، زنده باد ریستارت. خسارت به مسجد جوادالائمه تهران یکی از اولین نمونه‌های این نوع درخواست‌ها بود. پلیس گفته بود مهاجم را دستگیر کرده. شما میلیون‌ها ریستارتی
آقای حسینی میگوید ریستارت میخواهد قدم به قدم پیش برود و در نهایت حکومت جمهوری اسلامی را با اتکا به مخالفان ساقط کند. از هفته گذشته از طرفدارانش خواسته مکانهای مشخصی را به آتش بکشند. حمله به کنسولگری ایران در هامبورگ آلمان نمونه دیگری از این اقدامات است. محمد حسینی حالا مدعی است که در داخل و خارج از ایران میلیون‌ها طرفدار دارد. شمار طرفدارانش معلوم نیست، اما به نظر حداقل چند نفری هستند که خواسته های او را اجرا می کنند. به مکانهای عمومی سنگ پرتاب می کنند و آتش می زنند. مسعود آذر، BBC. چالش سنگ. ما برای اینکه شما در جریان باشید، اولا که ما یه مسجد آتیش نزدیم، 30-40 تا زدیم. 2 اینکه ما فقط مسجد آتیش نزدیم، ما 500-600 تا بانک آتیش زدیم، 200-300 تا ATM آتیش زدیم، ما پایگاه های بسیج حدود 150-180 تا پایگاه بسیج آتیش زدیم. ما فقط مسجد آتیش نزدیم. واقعا کسی که خودش رو لیدری اپوزیسیون میدونه انقدر میتونه تابلو آمارهای غلط بده که بتونه یه سری افراد رو به سمت خودش جذب بکنه، بگه افرادی که میخوان این فعالیت ها رو انجام بدن بیان سمت من که بعدا این افراد شناسایی بشن. و جالبه وقتی که از سید محمد حسینی سوال میشه که خب این افرادی که این فعالیت ها رو انجام دادن چه بلایی سرشون اومده، شما دلتون برای این افراد نمیسوزه، شما نشستید توی امریکا دارید کوبیدتون رو میخورید و یابم روش، این بنده خدا هستن که توی خیابون ها و توی این مراسم ها گرفتار میشن، این بنده خدا هستن که هزاران مشکل براشون پیش میاد. بعد جالب سید محمد حسینی یه جا اعلام میکنه میگه که خیلی از این افراد پناهندگیشون رو میگیرن. مثلا فرض بکنید، من گفتم توی برنامه قبلی، مثلا یه شخصی به سفارت ایران توی هامبورگ حمله کرده توی آلمان، کلی پلیس و نمیدونم آمبولانس و این صحبت ها اومده، بعد میره توی دادگاه، بعد دادگاه هم میگه که خب مشکلت چیه؟ میگه من مخالف رژیمم، اون سفارته بود که آتیش زدیم و زدیم شیشاش شکوندیم، من آتیش زدم، هزینه شد براتون، کلی آمبولانس اینا اومد. خب اون کسی که قاضی نشسته روبروی تو خودت میخنده، میگه بابا تو به سفارت خودت رحم نمی‌کنی، میخوای به ما رحم کنی، بعد انتظارم داره مثلا بهش جواب بدن. این نوع رفتارها فکر نمی‌کنم رفتارهای عاقلانه‌ای باشه که طرفداران ریستارت دارن انجام میدن. از طرفی که سید محمد حسینی هم که در میرسن وقتی بهش میگن که از آخر عاقبت این افراد با خبری، جواب درستی نمیده. ببینیم آقای حسینی، شما نفرمودید که با اونایی که در اون آتش سوزی مسجد دست داشتن گرفتن چه کار کردن؟ اون پاسخو مکتوب گذاشتیم. عرض کردم خدمتتون، گفتم اطلاعات دارم. بله، ولی نمیخوایم بیان کنید. بسیار ممنونم سید محمد حسینی، متاسفانه وقتمون به پایان رسید. بله، منم اطلاع دارم جان. شما که رهبر و لیدر یک جنبش هستید، چرا هیچ وقت نمیاد پاسخگو باشید که این افراد چی شدن؟ چرا گامی بر نداشتید که این افراد رو از توی زندان آزاد بکنن؟ شما خب خودتو یک لیدر میدونی دیگه. بگذاریم. سید محمد حسینی بعد از اینکه این فعالیت‌های خرابکارانه رو توی ایران انجام میده، کانال تلگرامش مسدود میشه و بعد از اون میاد میگه که ما اول مردم رو به خرد دعوت کرده بودیم، بعد اونها رو به خشونت فرستادیم. شما بعد از اینکه کانال تلگرامتون رو بستن، مردم رو به آرامش دعوت کردید و فتیله رو کشیدید پایین. ببینیم شما یه جا رو یادت رفته، ما اول چالش خرد رو انداختیم، بعد چالش سنگو. اینا ما با چنج کردن فکر مردم. عکسی ازت دیدم که صلیب عیسی را به گردن انداخته بودی. پاول، به صلیب فکر نکن پاول، به عیسایی که رو صلیب میخباران شد فکر کن، به عیسایی که روی صلیب کشته شد و به افکار عیسی فکر کن و فکر نکن که یهودایی بود و عیسی را لو داد و او را به صلیب کشید. تو امروز نقش یهودا را در مدیاها بازی کردی، تو ریستارت را به صلیب کشیدی و با افتخار به جهان گفتی کانال ریستارت را بستم. با افتخار میخای خود را بر بدن عیسی کوباندی. همیشه یهودا هست. تو را چالش تفکر
دعوت میکنیم. پایگاه‌های بسیج جمهوری اسلامی بذاره تو کلیسا، صبح کلیسا آتیش بزنیم. کجا میخواین آتیش بزنیم؟ بذاره تو کلیسا آتیش بزنیم. هدف ما اعتقاد مردم نیست. ما همه مردم رو دوست داریم. اصلا در آینده نگرش افلاطون و آریستوکراسی همه ادیان حضور خواهند داشت، دستشون هم میبوسیم و دوستشون هم داریم. من به مادرم هم همینو گفتم، این پاسخ تو رو والله به مامانم دادم. گفتم مادر جان ما پایگاه بسیج داریم آتیش میزنیم، نه مسجد. اون کسی که برنامه‌های سید محمد حسینی رو دنبال میکنن میدونن که سید محمد حسینی رو بحث صوفیان و مولانا اینا آدم متعصبیه و همیشه خودش رو متعصب نشون داده و ببینید این آدم توی مصاحبه خودش چقدر راحت افکار خودش رو لو میده. مصاحبه‌ای که با شرکت مناتو کرد. 90% متعصبین جهان آدمایی هستن که دست نشاندن و کاملا میدونن که متعصب بودن حماقت، اما چون پول گرفتن دستش هیچ کاری نمیتونن بکنن، جاسوسن. ما علاوه بر اینکه اجازه نمیدیم دینی وارد حکومت بشه و در فضای سیاست اجازه نمیدیم بی دینی هم وارد حکومت بشه. تمام این صحبتایی که سید محمد حسینی میکنه یک هدف بیشتر توش نیست. اون میگه که باید انقلاب انجام بشه و انقلاب زیر نظر ریستارتیا باشه. ما انقلابی نمیبینیم، فقط داره یه سری شناسایی‌ها صورت میگیره، داره یه سری افرادی که خشونت پذیرن شناسایی میشن و داره یه مثال ساده برای شما میزنم. اولین مصاحبه که سید محمد حسینی کرد با برنامه شهرام همایون و شبکه یک که همون کانال یک بود، همین آقای شهرام همایون مثلا میگفت آقا فلان روز فلان ساعت فلان گرد همایش فلان جاست بیاد اعتراض بکنید. همه میرفتن همه رو میگرفتند. هر مراسمی که شهرام همایون اعلام میکرد همه مخالفا رو میرفتن میگرفتن و تفاوت افکاری زیادی بین سید محمد حسینی و پلنهاش با شهرام همایونی که اولین مصاحبهش رو هم جالبه با این آدم انجام داد وجود نداره و این آدم میگه که انقلابی باید صورت بگیره که زیر نظر ریستارت باشه، که شناسایی بشن افراد. تو باید بفهمی انقلاب نکنی. تو باید بفهمی انقلابی فقط میشه انجام داد که زیر مجموعه ریستارت باشه. زیر مجموعه کسی باشه که الکترون آزاد وابسته به هیچ جا نیست. اگر این انقلاب زیر مجموعه ریستارتی ها انجام نشه که 30 میلیونن الان، تو حتما زیر مجموعه یکی از دولت ها رفتی دوباره. به این تیکه مصاحبه با دقت گوش بدید که براتون میذارم. سید محمد حسینی خیلی هوشمندانه از شخصی به اسم امیرعباس فخرآور دوست دیرینه خودش که سال 84 بوده یاد میکنه و تمام این صحبت ها رو 2-3 سال بعد انجام میده، انگار کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند. امیرعباس فخرآور و سید محمد حسینی دارن پلن‌های خودشون رو جلو میبرن. با دقت این تیکه ها رو گوش بدید و ببینید داره چه اتفاقات عجیب و غریبی توی رسانه ها میفته. یک گروه دیگری که امروز ما میخوایم راجعش حرف بزنیم اسمش هست لابی، یعنی کسانی که لابی های جمهوری اسلامی هن. یعنی دیکتاتورها، لابی های قذافی هن، لابی های صدام حسین هن. اینا کسانی هستن که خائن‌ترین ایرانیان، یعنی اینها با پولای هنگفت و شرایطی که دارن، مثلا همین الان اگه من بخوام طرحی رو مثلا بدم مثلا به کنگره، باید 3-4 ماه پول داشته باشم برم تو واشنگتن شروع کنم یه کاری انجام بدم و اینها نمیذارن. اگه طرح درستی هم ارائه بشه یه جوری این طرحو میبرن زیر یا گم میکنن یا گم و گور میکنن. یعنی اصلا لابی چند تا کار مهم داره انجام میده در فضا و اینا با پولای عجیب بادآورده دیکتاتوری، پس هیچ ربطی به انگلستان و روسیه و آلمان و فرانسه اینا نداره. اونا احزاب غیر واقعی هن. لابی ها مال دیکتاتورن. حالا من تمام حرفم تو یه خط مشخصه، اینکه اپوزیسیون ها به جای جنگ و جدل یه مخرج مشترکی باید بگیریم. آقا صورت چقدره؟ تکلیف تو بدون. فراخوان دادی 500 نفر اومدن، تو باید بیای زیر مجموعه یا این عدد گنده باید بیاد زیر مجموعه تو.
اینکه چیکار دارم میکنم. من 4 سال پیش که اومدم اینجا تو واشنگتن، راستش خب بعد از 5 سال خورده زندان وقتی اومدیم فکر میکردم اینجا یک تشکیلات عریض و طویل اپوزیشنی وجود داشته باشه و فکر میکردم همه چیز سر جای خودش و ما هم شروع میکنیم یک مبارزه سنگین علیه جمهوری اسلامی. اما اومدم دیدم عملا هیچی نداریم. دیدم یه سری آدم‌هایی که دوست دارن این کارو بکنن، قلبشون یه چیزی رو میخواد اما نتونستن کاری رو انجام بدن به دلیل اینکه از روش درست نرفتن. ما اینجا یک مؤسسه جدید رو تأسیس کردیم به اسم انستیتوی آزادی ایرانیان و بعد از اون من کنفدراسیون دانشجوی ایرانی رو که تو ایران تأسیس کرده بودم اینجا ثبتش کردم. هر دو تا اینا رو قانونی ثبتشون کردیم و شروع کردیم کار ریسرچ انجام دادن و ببینیم راههای در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی رو پیدا بکنیم و هر بار مستقیما شلیک بکنیم به سمت پاشنه آشیلش. حالا اگه تیراندازیمون بد بود نمیخورد بهش دیگه، اما الان فکر می‌کنم داریم کار خیلی موفقی انجام میدیم. کار لابیا 2-3 تا کاره. یک، انصراف این آدم. اولا که احزاب دروغین و لابی های جمهوری اسلامی وقتی که میخوان انجمنی تشکیل بدن، گروهی تشکیل بدن، که نمیان بنویسن که گروه مثلا کمک به جمهوری اسلامی، همچین حرفی نمیزنن. مینویسن حقوق بشر مثلا شینگلبیلی، نمیدونم ایران بزرگ ما، حقوق ایران بزرگ ما. خودشونو جای نماینده های، یعنی 16 تا طرفدار کلا بیشتر نداره، 16 تا آدمن تو یک گروه 2 تا اتاق توی شرکت نشستن، اینا خودشون نماینده تو میدونن و بعد میرن با کنگرسمن های آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا با اینا جلسه میذاره به عنوان نماینده تو. خیلی جالبه اینجا. جالبه سید محمد حسینی همین صحبتایی که میکنه داره برای خودش صدق میکنه. خودش به همراه دوست قدیمیش امیر عباس فخرآور میره تو کنگره امریکا جلسه میذاره و دقیقا همین حرفا برای خودشه. انگار میره اونجا میشینه و طرح ارائه میده به نام حقوق بشر. میگیم چیه؟ مثلا زمانی که میخواستن ایران تحریم کنن، همین زمان دوران اوباما میخواستن تحریم کنن، اینا طرح بردن که چند تا کار نکنید به نام حقوق بشر ایران. گفتیم خب چیه؟ گفت یک رژیم رو عوض نکنیم، حقوق بشر باهاش مخالفه. 2 به رژیم فوش ندیم. 3 با رژیم درگیر نشیم. 4 1-2 تا حزب تو رژیم هست بچسبیم به همونا. 5 بیاییم با هم دست به دست هم بدیم، هر ایرانی هم که با رژیم مشکل داره پدرشو در بریم، نذاریم حسینی محبوب معروف وارد BBC یا وایس آف آمریکا بشه، رسانه داشته باشه. و همین کارا کردن. برای همین پدر سوخته ها که لابی های جمهوری اسلامی هستن تا آخرین گلوله‌شون رو برای حفظ نظام جمهوری اسلامی خرج کردن. من شاهدم، من دیدم چقدر باهوشه این مسئله، یعنی واقعا باهوشه. توی جریان خیلی از کارهای ما هم بود. کنفرانس بعدی میگم که داشت میدید ما چجوری ارگانایز میکنیم، مثلا برنامه‌ریزی میکنیم، هماهنگ میکنیم. تو کنفرانس بعدی مونم کمکمون هم کرد. اتفاقا کنفرانس دوم گذار دموکراسی یکی از سخنران‌ها بعد از اون هم موضوع، یعنی من داشتم میدیدم چطور میشناسه مردم رو و میتونه شبکه بزنه، میتونه شبکه‌ای که خیلی سریع از 100,000 نفر گذشت و در این که یک نابغه است توی برقراری ارتباط با مردم هیچ تردیدی نمیشه داشت و واقعا آدم باهوشیه. حالا غیر از کارهای دیگه که خیلی از کاراشو من هنوز دارم فکر میکنم که چجوری این کارا رو میکرد، کارهایی که با توجه کردید که از یه طرفی سید محمد حسینی میاد انتقاد میکنه از نمایشی بودن این کنگره ها، از طرفی فخرآور میاد از سید محمد حسینی تعریف میکنه، از یه طرفی با هم میرن تو کنگره شرکت میکنن و از طرفی سید محمد حسینی توی یکی از مصاحبه‌هاش میاد میگه که من 2 تا شبکه رو خیلی بیشتر از بقیه شبکه‌ها قبول دارم. یکی کانال 1 که بعد از اینکه سید محمد حسینی رفت تو این شبکه کانال بسته شد، یکم کانال پارس، از 2 کانال نام میبره و جالبه تو کانال پارس از همون کنگره هایی که سید محمد حسینی ازشون انتقاد میکنه حمایت میشه و آقای فخرآور هم میره تو همون کانال های پارس سخنرانی و مصاحبه کردن. آینده‌ای برای خودت تو این ور آب میدیدی؟ بله میدیدی. برای همین به شما مسیج زدم. یادته؟ بله. مسیج زدم و تو پارس میدونستم، اینو میدونستم که 2-3 تا، ولی میدونستم تعداد تلویزیونایی که سید محمد حسینی میتونه توش پخش بشه زیر انگشتان 2 دست. 17 می که قرار کنگره آمریکا طبق گفته شما و آقای فخرآور و دیگر دوستان دستن در کار بیان و از یک عده ایرانیان
یه 200-300 نفر کمتر بیشتر دعوت کنن برای حضور در این کنگره یا این جلسه یا این کنفرانس با حضور نمایندگان مجلس ایالات متحده آمریکا. عالی است، فوق العاده است، فوق العاده است. ملت ایران فوق العاده است. اگر اجازه بدید من این رو، ایشون مطمئنا دعوت هستن مثل خیلی های دیگه‌ای که دعوت میشن و دعوت ها از طرف کنگره آمریکا داره انجام میشه. امیرعباس فخرآور رو همیشه همه با کتاب رفیق آیت الله میشناختن و خیلی سعی داشت در این کتابش نقش سازمان‌های جاسوسی روسیه رو در انقلاب ایران پررنگ نشون بده و جالب تفکرات دیالوگی سید محمد حسینی به امیرعباس فخرآور خیلی نزدیکه. من 17 سال پیش، بیشتر 19 سال پیش این حدودا میدونستم که جمهوری اسلامی داره میره به سمت روس‌ها و حتی میدونستم کدام از مسئولین روسیان. همه ما میدونستیم، خانواده ما به دلایلی میدونستیم. یعنی نمیدونستیم که روس‌ها در دست یه سری آدم در داخل ایران دادن شروع کردن کشتار دیگران و حکومت رو تبدیل کردن. از سال 68-69 بردن حکومت رو از طرف انگلستان به سمت روس‌ها. این دعوا کماکان ادامه داره. محمد حسینی خیلی باهوش عمل کرد و اومد رسانه هایی که با گروه دیگه‌ای توی ایران در ارتباطن در افتاد. رسانه‌ای مثل من و تو و کدهای جالبی توی برنامه‌های رادیویی خودش به بیننده ها میده و هیچ وقت فکر نمی‌کرد بتونه یه شخصی انقدر دقیق تحلیل بکنه صحبت‌های سید محمد حسینی رو. سید محمد حسینی میاد شبکه من و توی رو تخریب میکنه که این شبکه من و تو باعث معروفیت و پروموت شدن سید محمد حسینی در اون سالهایی که از ایران خارج شده بود میشه. یعنی خوراک وزارت اطلاعات و من و تو به بیرون پخش میکنه، لایو هم پخش میکنه. خوراک آدم‌هایی که بیرون معترضن رو به داخل پخش نمیکنه. اینو یه خر میفهمه، یه خر. و خودتی اینا سندیست، این صداها سندیست که میمونه. خوراک وزارت اطلاعات سپاه بیرون پخش میکنی، خوراک بیرون رو تو پخش نمیکنی. سید محمد حسینی، شومنی که کارش رو به عنوان مجری در شبکه تهران آغاز کرد. با حضور در برنامه هفتگی مسابقه بزرگ، هواداران بسیاری در سرتاسر ایران به دست آورد. فعالیت او در صدا و سیمای ایران اما چند سالی بیش به طول نینجامید و او همزمان با پخش یکی دیگه از برنامه‌های پرمخاطبش به اسم سیمرغ ایران رو برای همیشه ترک کرد. 1384 زن و بچه‌ام فرستاده بودم خارج از کشور و خودم برگشتم که جایزه اول شدنم تو ایران بگیرم. سید محمد حسینی و تیم مالی که پشت پرده هستند خیلی هوشمندانه دارن عمل میکنند. سید محمد حسینی درست مثل یک شطرنج باز تمام صحبت‌هایی رو که کرده بوده دست مخالفین و منتقدین رو خونده بود و خودش با ادبیاتی که داره فرار رو به جلو میکنه که کسی نتونه بهش گیر بده. او واقعا یک شطرنج باز حرفه‌ایه. اتفاقی که قرار بیفته با بعد آدمی طرف من از 8 سالگی که شطرنج حرام بود شطرنج بازی میکردم. واقعا به خودم اون موقع کار من و تو این بود که منو مطرح کنی، چششم کودندشم نرم کار کرد. آدم قرار بود منو مطرح کنی که آماده شیم برای ریستارت. همه کارا انجام شده چیه، مثل مدیر تلگرام. چش کور دند نرم جمهوری اسلامی $1,000,000 برداشت خود میشه جون مدیر تلگرام گذاشت رفت. کار سازمان اطلاعات تو این 108,000 سال در جهان هستی چی بوده؟ 72 تا راه مسخره بذاره جای اون حقیقت معلوم نشه که 73 راهه. و این کارو کردن، یعنی بدل سازی، آدم سازی، هنرمند سازی، خواننده سازی، بازیگر سازی، مجری سازی، تلویزیون سازی، جاسوس سازی، هر کاری که بشه اون راه 73 معلوم نشه با میلیاردها دلار میشه انجام. سید محمد حسینی گفتم واقعا شطرنج بازه. اون تمام صحبت‌هایی که خودش میکنه رو و میگه که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی راه 73 رو انتخاب میکنن خودش یک بار تجربه کرده.
او گفته که رهبر ایران فوت کرده و البته با رسانه تحت اختیارش به اسم آمد نیوز اعلام کرده که جاسوس وجود داره. حاشیه‌های زیادی رو ایجاد کرده. دقیقاً انگار راه درست و دقیق رو برای انحراف مردم خیلی خوب انتخاب کرده. ببینیم. اتاق فکری نداره جمهوری اسلامی. خامنه ای که مرده، بعد که خامنه ای مرد هاشمی رو کشتن، بعد بدل اومد که فقط آمد نیوز این خبره که 11 ماه پیش زدیم و زد که آقا بدلش هم داره میره. هیچ اپوزیسیون نگفت، نه بی بی سی گفت، نه رادیو فردا گفت. کدوم اپوزیسیون، کدوم رسانه، کدوم فکر، کدوم اتاق فکری وجود نداره. مملکت رو هواست. آقای احمدی نژاد جرئت نداشت که نوشابه بدون رهبر بخوره، بعد در انتخابات شرکت میکنه چون مرده بود شرکت میکنه. یعنی تو میگی آقای خامنه ای مرده؟ ما توی 11 ماه پیش اعلام کردیم که آقای خامنه ای مرده. هاشمی گزارشش به ما نرسیده پس. حالا من اعلام کردم که خامنه ای مرده و هاشمی رفسنجانی رو کشتن برای اینکه بعد یهو اون شالودی نظام پاشید از هم. ولی بعضیا اعلام کردن که بعدها، یعنی 4 ماه 5 ماه بعد از ما گفتن که آقا تو کماه و بدل داره. یعنی بدل ما اعلام کردیم روز اول در رسانه پستو نیوز. به عنوان مثال تو همین چند روزی که رسانه خبری آمد نیوز از ما حرف زد برای اینکه بدونی روح الله جان، همین 1-2 روز گذشته رسانه های عربی شروع کردن از اپوزیسیون یه سال شروع کردن حرف زدن. محمد حسینی پروژه تخریب خودش رو از شبکه مناطق آغاز میکنه و میرسه به بی بی سی و جالبه که یک انتقادی رو از شبکه بی بی سی میکنه و میگه که چرا شبکه بی بی سی دولت اسلامی رو هیچ وقت نمیگه که اینها تروریستی هن، در صورتی که اگر سید محمد حسینی هدفش تخریب نبود میتونست به آرشیو شبکه بی بی سی دست پیدا بکنه و ببینه که شبکه بی بی سی پاسخ این سال او و طرفداران ریستارت رو خیلی سال پیش داده بود. ما صحبت‌های سید محمد حسینی و بی بی سی رو کنار هم قرار دادیم، میتونید ببینید. زمانی که داعش تولید شد گفت بی بی سی اول نفری که زد گفت حکومت اسلامی داعش. خیلی جالب، اینو مهمه. میتونست بگه تروریست های داعش. این گفت تروریست های داعش از اون اول همه جهان میفهمیدن. مشکل من و تو نیست، مشکل اون اتیوپیه نیست، مشکل اون ژاپنی است که تو خونه نشسته داره خبرش گوش میکنه. میگه حکومت اسلامی. بودایی میگه اسلاما حمله کردن، به به. مسیحی تو آمریکا میگه وای 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 حکومت اسلامی، خدا کنه بگیرن. یک کار نمیدونن که همونجا بذار دعوا کنه همدیگه رو بکشن. کلمه رو قشنگ فکر کرده داده بیرون، فکر الکی داده بیرون. بی بی سی صبح زور شب. خب فکر کنم مسئولین بی بی سی نمیدونستن، فکر کنم ایرانیایی که تو کار میکنن نمیدونستن، همشون میدونستن. ولی بس فرومایگان بی حاصل عامل و خواندگار میبینم. نشونش این همه سوال کردیم، ببین چقدر تکرار میکنن، هیچکی جوابت نمیده. چرا بی بی سی به این گروه که کارهاش هم میشه گفت تروریستی نمیگه تروریست؟ بی بی سی به هیچ گروهی نمیگه تروریستی. ببین بی بی سی در هفته حدود 250 میلیون مخاطب داره. اینا میان بی بی سی نه اینکه از این عنوان ها بشنون، اینا میان بی بی سی ببینن اخبار دنیا چیه، چه اقداماتی داره صورت میگیره. ما وظیفه خودمون رو در بی بی سی میدونیم که جنایتی که اتفاق میفته به قول مخاطبان ما، اون جنایت رو با همه ابعادش نشون بدیم و اونها قضاوت بکنن که آیا این تروریستی است یا غیر تروریستی. کسانی هستن که میگن اگر این اتفاق در اروپا افتاده بود، یعنی مثلا کوچکترین اتفاقی، یعنی بمبگذاری در اتفاق بیفته، شما میگید اقدام تروریستی صورت گرفته. برای بی بی سی در مورد هیچ موردی به کار نمیبره. شما الان توجه بکنید که همین گروه داعش دیروز سر یک خبرنگار آمریکایی رو بریدند و ما همچنان به اینا نمیگیم گروه تروریستی. معنای این حرفم این نیست که ما در مقابل مثلا تروریسم خودمون رو بی‌طرف میدونیم از لحاظ اخلاقی یا با این گروه سمپاتی داریم. ما وظیفه خودمون رو میدونیم که جنایاتی که یک گروه مرتکب میشه، اقداماتی که انجام میده، با همه ابعادش نشون بدیم و بعد قضاوت بکنن بینندگان و مخاطبان ما. علت اینه که مسئله تروریسم مسئله بسیار پیچیده و حساسه و تعریف دقیقی ازش وجود نداره. حتی سازمان ملل چندین بار، حتی در پارسال، سعی کردن یه تعریفی به دست بیارن، هنوز تعریفی از تروریسم وجود نداره. اگه یه گروهی اسمش خودش میذاره دولت اسلامی یا قبلا میگفتند
دولت اسلامی عراق و شام یا همون مخفف داعش، ما مجبوریم عنوان اونا رو استفاده بکنیم. ما میگیم گروه دولت اسلامی یا داعش سابق. خیلی از ما ایراد میگیرن مثلا شما چرا میگید حتی جمهوری اسلامی در ایران؟ برای که ایران جمهوری نیست، قدرت در دست ولی فقیه این حکومت اسلامیه یا خلافت اسلامیه. ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم. ما میگیم این دولت به خودش میگه جمهوری اسلامی، عنوانی که در سازمان ملل پذیرفته شده، ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. اگه اون گروه داعش دولت اسلامی، ما قضاوت نمی کنیم. ما نه سمپاتی داریم نسبت به این گروه یا هر گروه دیگری، نه خودمون رو محدود میکنیم به اینکه اقداماتشون رو نشون ندیم. اینکه مدیر وقت شبکه BBC فارسی میاد اعلام میکنه که ما بی‌طرف هستیم، خب اینکه مشخصه شبکه BBC داره چه هدفی رو دنبال میکنه و بنگاه مالی شبکه BBC من تو برنامه قبلی گفتم کجاست و از سازمان‌های امنیتی هستش و دلش به حال مردم نمیسوزه. پس بدونید سیاستی پشت پرده هستش که نمیاد بگه گروه تروریستی و فقط کلمه دولت اسلامی رو استفاده میکنه. بگذاریم. سید محمد حسینی شروع میکنه کم کم از BBC، از من و تو جلوتر میاد و بحث‌های عرفانی خودش رو با توجه به اینکه جنگ‌های رسانه‌ای رو خیلی خوب بلده، با توجه به اینکه دیکته شده بهش یه سری صحبت‌ها، میاد پشت پرده های جالبی رو میکنه. خیلی نکته مهمی ها. من همه حرفایی که من میزنم علت این که ما تو تمام شبکه‌های خارجی نیستیم همین حرفاست. یعنی میگن آقا حسینی موضوعایی رو میگه که نباید بگه، ما داریم مثل چی میخوریم بعد داریم مردم خر میکنیم، این میاد میگه مردم خر نشین. خیلی بده. میلیارد دلار ما خرج کردیم مثلا شبکه فلان شبکه رو تو خارج ساختیم که بعداً سر به زنگا بتونیم مهره انگلیس رو بتپانیم به جامعه. ایشون اومده لو میده. واقعا اگر مثلا فلان فرد 2 سال پیش مرده بود، ترور شده بود در ترکیه، محبوب شدید بود، الان دیگه اون محبوبیت نداره. میگن آقا چرا تبلیغات سپاه رو پخش کردی؟ ممکنه سپاهی هم نباشه ولی میگن چرا پخش کردی تبلیغات سپاه؟ شرکت‌های داخل ایرانو. برنامه بعدی به زودی تقدیم شما خواهد شد، فقط به شرط اینکه واقعا پشت هم دیگه بایستیم. هر قوم، هر دین، هر تفکر، هر آرا، همه رو دوست داشته باشیم. نگیم فلانی سلطنت طلبه، فلانی فلانه. و همین خاطر اگر شما بیای از هر دینی دفاع کنی، یعنی از همه ادیان دفاع کنی، به پول نمیرسی. اما اگر طرفدار یه دین باشی، فوش خار مادر به تمام دین‌های دیگه بدی، به پول میرسی سریع. پس اون 10% فقط خودشونو میبینن و همین خاطر آدم‌های جذبشون میشن که یا گولشون میزنن اونا رو که پول در بیارن، یا اینکه باورشون نزدیک به اوناست. اصولا این دو تا متعصبا دست به دست هم میدن برای چاپیدن اموال جهان که همه رو میده رو هوا تا مردم یه جمله رو خوب بفهمن. لا اله الا الله، یعنی لا اله یعنی هیچ الهی نیست الا الله. اینجا یعنی همین لا اپوزیسیون، هیچ اپوزیسیونی نیست الا الله، یعنی ریاست. زرتشتی که اینجا میفرستی، اینجا نمیدونم که میفرمایید و اون یارو بیناموس دیگه و 8 آدم دیگر رو میفرستی، خار مادر تو 3 برنامه در ریاست میدم رو هوا. آقای رضا پهلوی یه کاری نکن، ما اصلا سکوت کردیم، یه کاری نکن من کاری کنم که ملت ایران برن تو مصر دستشویی کنن رو قبر. حاجی شوخی ها رو با من نکنید. ریاست اومده، باور کن ریاست اومده، همه چیزو میدونن اینا. ور نرین آقا، خفه شو، زیپ دهنتو ببند، بذار این ریاست تمام شد و کشورم پلات تصوفش بره. ما که با شما جنگ نمی کنیم که، ما فقط راز و ریاست فاش میکنه. این هفته 5 دقیقه از خیانت‌های توی بیناموس موبد زرتشتی توضیح بدم. این التیماتوم آخر حسینی در برنامه شب بخیر، چون تو ریاست نمیتونم فش خار مادر بهت بدم. خار مادرتو میدیم رو هوا با آقای موبد زرتشتی ها. چیزایی برای مردم خواهیم گفت که دیگه بهت حمله کنن ها. اون از اون یارو شاسکول احمق که میفرسته اونجا تصوف عرفان مال 700 سال خفی شد دیگه. این همه مرده عقلا وقتتو بذار ریاست رو گوش کن بابا. احمد کسروی رو عاشق احمد کسروی، همشون. احمد کسروی یک کمونیست بی‌ناموسی که پدر ملت ایران در آورده و فقط برای مبارزه با رضا شاه اومد. یعنی روس‌ها علمش کردن که رضا شاه رو بتونن از بین ببرن، نگرش تصوف و عرفان رضا شاه. حالا
همشون با تصوف عرفان درگیرن، همشون. اگه میشه اصلا امکان نداره که شما 50 تا اپوزیسیون خارج از کشورن همه این خصلت‌ها رو دارن، همه احمد کسروی دوست دارن، همه به تصوف اینا فلان میکنن، همه با رضا شاه عاشق رضا پهلوی ان، همه عاشق رضا پهلوی، بوس‌های با رضا پهلوی دارن. و جالب ترین راز اینه که این اپوزیسیون ها با خودشون هم درگیرن، اما در فوش به تصوف متحد، یعنی به هم فوش میدن، اما به تصوف و عرفان که میرسه متحد به حال کسی که میخواد رهبر یه جنبش باشه خیلی میتونه با ملایمت، با رفتار بهتر، به دور از فحاشی، به دور از حرکات هیجانی بخواد صحبت خودش رو بکنه. اگر شما هر چیزی رو مستند و با آرامش بگید مردم باور میکنند. توهین و هیجانی صحبت کردن نشانه ضعف. از طرفی خیلی جالبه شبکه من و تو هم با سیاست خاصی از سید محمد حسینی مصاحبه گرفت و آخر مستندش با بغض مستند رو تموم کرد که بتونه واقعا تأثیرگذار باشه روی دل جامعهش. ببینید این تیکه آخر صحبت‌های سید محمد حسینی در مستند در تبعیدی که شبکه من و تو براش تدارک دید و بعد هم از پیج یوتیوب و سایت خودش این مستند رو حذف کرد. و اما آخرین پرسش، چه چیزی رو در ایران جا گذاشت؟ مادرمو، خاکم و بوی مردمو، این برنامه قسمت دوم هم خواهد داشت. ما این برنامه رو پایان باز میذاریم. از طرفی تمام صحبت‌هایی که در این مستند شد کاملا مشخص بود که ما رفرنس های ویدیویی دادیم. ما اصلا از هیچ گروه و سازمانی حمایت نمی کنیم. به هر حال هر گروه و هر اپوزیسیونی برای خودش طرفداران خاص خودش رو داره. ما در این مستند فقط کار ژورنالیستی کردیم و فقط سعی کردیم که حقایقی که وجود داره و ارتباطاتی که وجود داره رو برای شما به تصویر بکشیم. حتما ویدیوی ما رو به اشتراک بذارید. تا برنامه پشت پرده دیگه، خدا نگهدار. پشت پرده. بنده امین فردین به همراه تیمم اینکه علاوه برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی به متهمان خانواده بنیتا و تولدی که جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم.